در ساحل دریای ولگا یک برادر روس ماهی می داشتند. ناگهان به شستی او یک ماهیچه طلایی می افتد. ماهیچه طلایی در طرف برادر روس میگوید که من 3 خواهش شما را به جا میارم. برادر روس میگوید که من 3 خواهش ندارم، من 1 خواهش دارم. ماهیچه طلایی میگوید که من گوش میکنم. خواهش من هم است که همین تاجیک و ازبک و روسیه پولی بدر که. ماهیچه طلایی میگوید که برادر من این خواهش شما را به جا آوردن نمیتوانم. برادر روس میگه برای چی؟ ماهیچه طلایی میگوید که من خودم از ناحیه پنجم. باشه سلامت.